با سلامی دوباره خدمت عزیزان کانال آیتی 7. دوستان امروز میخوام یه VPN فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم که به تازگی منتشر شده و بسیار پرقدرت و با پایداری بالاه. این VPN گویا مخصوص کاربران داخل ایران ساخته شده. نسخه های چینی و کشورهایی که فیلتر هستن هم داره، اما کانفیگای ایرانش بسیار خوبه. روی تمام گوشی‌ها، دیوایس‌ها، اندروید، آیفون، کامپیوتر، مک، لینوکس به خوبی کار میکنه و فرقی هم نمیکنه نتت چی باشه، ایرانسل، همراه و رایتل، سامانتل به خوبی همه رو جواب میده و دیگه مشکلات نمیدونم رو همراه کار نمیکنه، رو ایرانسل جواب نمیده، این برم اون برم و این دغدغه ها رو دیگه نداره. ضمن کانفیگاش هم کانفیگای مخصوصشه. خب دوستان، برای این کار ساخت کانفیگ ابتدا لینکش توی دیسکریپشن براتون قرار میدم و داخل مرورگر اجرا میکنیم تا وارد سایت امنزیا VPN بشیم. حالا وارد که شدیم، اینجا یه دکمه برام هست که روی get free VPN میزنیم. اینجا دقت کنید که باید کشور ایران رو انتخاب کنید که کانفیگش رو بده. بعد روی get free VPN دوباره میزنیم و اینجا به ما میگه که باید به یه رباتی توی تلگرام که این آیدی رو داره پیام بدین. حالا اگر اینجا تونستین بدین که هیچ، اگر نتونستین آیدیش از همینجا کپی کنین و تو تلگرام مثلا سرچ کنین تا واردش بشین. خب میریم داخل تلگرام، سرعت نتم بسیار. خب روی ذره میزنم و آدرس ربات رو سرچ میکنم. این کانفیگاش دیدین که مخصوص چند تا کشوره. این مخصوص ایرانه و روی نت‌های ایران به خوبی جواب میده. خب ربات آورد، میزنیم روی امنزیا فری VPN. خب اینجا دوستان من چون از قبل استارت زدم برای من نیاورده دکمه استارت. شما که وارد بشین براتون یه دکمه میاره استارت و میتونین روی اون بزنین. حالا من اینجا استارت رو مینویسم تا بیاره. خب مثل این که باید صبر کنیم یکم. ای بابا. خب دوستان، من ویدیو رو پاس کردم، رفتم با همین امنزیا وصل شدم و اومدم. ببینید من از قبل یه دونه کانفیگ گرفتم. اینجا کافیه روی استارت بزنم تا یه کانفیگ جدید به ما بده. ببینید استارت زدم و یه کانفیگ به من داد. این کانفیگ رو کپی میکنیم و میریم برای نصب اپلیکیشن و وارد کردن کانفیگ. با من باشین. این برنامه رم از داخل گوگل پلی یا لینکی که داخل دیسکریپشن میذارم دانلود و نصب کنید تا بریم برای اتصال بهش. اما قبلش لطفاً کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنین و اگه تونستین یه کامنت هم بذارین. بریم برای آموزش. خب بعد از کپی کانفیگ وارد برنامه میشیم. اینجا دو تا گزینه به ما داده. بالایی یه مستطیل سفید هست که ما باید رو اون بزنیم و پایینی هم که نوشته من کانفیگ ندارم. چون ما کانفیگ داریم باید بزنیم روی این مستطیل سفید. میزنیم روی مستطیل. اینجا دو تا گزینه بهمون میده، میگه سرور داری یا کانفیگ. ما کانفیگ داریم دیگه، پس باید پایینی رو بزنیم. آره، پایینی رو میزنیم. اینجا سه تا گزینه بهمون میده، نوشته QR کد داری یا متن تکستیه. پس سومی رو میزنیم. سومی رو که زدیم اینجا یه کادری میاد که باید کانفیگ خودمون اینجا جایگذاری کنیم، کانفیگ از قبل کپی کردیم. حالا بعد روی کانتینیو میزنیم، یه خورده صبر میکنیم. خب اینجا وارد صفحه اصلی اتصال میشیم. برای اتصال هم کافیه روی این دایره روی کانکت بزنیم تا متصل بشه. رو اوکی میزنیم. ببینید چه سرعتی وصل شد.